به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه شما عزیزان تماس مستقیم. من در این برنامه قبل از اینکه تماس‌های شما عزیزان رو بگیریم یک موضوعی رو میخوام در موردش صحبت بکنم. موضوع بسیار کوتاه که ما در برنامه آن روزه که در مورد یکی از پاچه‌خواران ایران، یکی از چاپلوسینی که برای سپاه پاسداران و حکومت ایران پاچه‌خواری میکرد و شرف و وجدان و اخلاق خود را زیر پا گذاشته بود صحبت کردیم. کسی به نام خواجه صدیقی که کلیپی از او رو پخش کردیم که تمجید میکرد از حکومت ایران و از سپاه پاسداران. اتفاقا دیروز کلیپ دیگری از ایشان به دست ما رسید که باید پاسخ داده بشه، چون این گونه افراد نمیدانم چه عقده هایی دارن نسبت به مسلمانان و نسبت به امت اسلامی و متاسفانه امروز هر کس و ناکسی یک منبری به دستش افتاده و با فریب 4 نفر در اطراف خودش برای خودش اتباعی رو ایجاد کرده و هر چی که از دهنشون میآید میگن در منابر. و نخست این که حکومت در افغانستان، شورای علما، مسئولین اوقاف و اداره مساجد حداقل باید یک کنترلی بر سخنهایی که در مساجد گفته میشه داشته باشن. ما نمیگیم که مساجد کلا دولتی باشه و منابر کلا دولتی باشه، اما یک انسانهای بیشرف و بیوجدانی پیدا میشن که افکار عمومی رو مغشوش میکنن، شبهات در بین ملت پخش میکنن، جوانها رو گمراه میکنن که جلوی این افراد باید گرفته بشه. به همان اندازه که امنیت اجتماعی، به همان اندازه که امنیت سیاسی و اقتصادی در یک جامعه مهم هست، امنیت فکری از جایگاه ویژه برخوردار است. امنیت اعتقادی، امنیت فکری باید مورد توجه علما، شورای علما و حکومت قرار بگیرد، چون که خطر ناامنی فکری و اعتقادی در یک مملکت کمتر از خطر ناامنی سیاسی و اجتماعی نیست. به همون اندازه‌ای که باید جلوی دزدی، جلوی فحشا، جلوی منکرات در یک جامعه گرفته بشه، باید جلوی نشر و پخش افکار منحرف و انسانهای منحرف که در پی ایجاد آشوب و فتنه و
یک فراغ فکری در جامعه هستن گرفته بشه. و امثال این خواجه صدیقی. دیروز یک از دوستان میگفت که شما در صحبتاتون گفتید که ایشان نوکر ایران است، از ایران پول میگیره و در شورای اخوت از فران. نه، ایشان از ایران پول نمیگیره و در شورای اخوت هم نیست و به اصطلاح این حرفایی که زده از جهل و نادانیش است و از ایران چیزی نمیگیره. گفتم والا این بدتر. حالا بعضی از انسان ها هستن که در موردشان همین حدیث صدق میکنه که اینها خسر دنیا و الاخره هستن. یکی است که دین خودش رو میفروشد، دنیای خودش رو میفروشد. یکی دنیا و آخرت خودش رو میفروشد. یکی دنیا و آخرتش رو به خاطر دنیای دیگران میفروشد. این آقای صدیقی و امثالو از جمله اینا همین شخصا هستن. اگر از ایران پول نمیگیرن، ای کاش از ایران پول میگرفتن. این حرفا رو میزنن که لااقل یک چیزی در دنیا میداشتن. انسان‌های خسارت دنیا و الاخره همین هستن که نه در دنیا صاحب چیزی میشن و نه در آخرت. به قول یک از دوستان که نه زن دنیا هستن و نه مرد آخرت. صحبت کلیپ دیگری که از ایشان به دستم رسید با یک حقد و کینه و واسه با یک تعفنی، با وجودی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از مسائل قومیت و نژاد و این چیزا منع کردن که این حرفا رو به اصطلاح دامن بزنیم. فرمودن دعوها فانها منتنه، بگذارید که این حرفای گندیده است. به یک شکل عجیب و غریبی میتازد به عرب ها که بله عرب ها هیچ کاری نکردن و بعض از اون طرف میگه که ایران و سپاه پاسداران و رئیسی و حکومت ایران این کردن و آن کردن. دیگه نشد که به این شبهه ایشان هم پاسخ داده نشه، چون الان مد شده در بین فارسی زبان ها خواستن در افغانستان و تاجیکستان و ایران که همین مسائل فارسیت و اینا رو دامن بزنن و تا به این وسیله خلاصه برای خودشون یک جای پایی در جامعه پیدا بکنن. اول سخنهای ایشان رو میشنویم، بعد من کلیپ هایی دارم از بعضی از حکام عرب، حالا ملت های عربی که بعداً در موردش صحبت میکنیم و مواقفشون در مورد فلسطین که اونم انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد. اول کلیپ ایشان رو ببینیم با هم. سرزمینی که خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه، اون سرزمین نامش در جهان انسانیت نامش بلند است، ولیکن از نسل اون عالمات مشاهده میکنیم کی باقی مانده، به نام اونها، به نام عرب کی باقی مانده. من در او جمعه هم گفتم اگر یک روز نان خود را نخوره عرب، یک روز ممالک عربی یک وقتشه، یک روز نه یک وقتشه، نانشان را جمع بکنن، هم از لحاظ مالی هم تجهیزات نظامی، قسم به الله است که امروز فلسطین در آن واحد بر بام، امروز تمام قدرت های جهان کفری در مقابل پشتیبانی اسرائیل استاده میشه. تو عرب به غیرت که اوجا نشستی، تو چه مسئولیتت رو ادا کردی؟ دو نکته جالب بود در صحبت هایشان. یکی تو عرب بی غیرت چه مسئولیت خود را ادا کردی و دیگر این که اگر یک روز نانشان را به اصطلاح به فلسطین کمک بکنم. کلیپ دیگری هم هست، این رو هم با هم بشنویم تا ریشه این. من فکر میکردم این هر چقدر انسان احمق باشد، هر چقدر انسان جاهل باشد، هر چقدر انسان نادان باشد، به اندازه این شخص حماقت و جهالت فکر نمی کنم که داشته باشد. اما حالا ببینید ریشه این عداوت دشمنی ایشان از کجا سرچشمه میگیرد. با هم این رو ببینیم. کجا خواهد بود؟ غیر این خبیثان قرن، غیر اختلافات مذهبی در ممالک اسلامی دامن بزنن، وهابیت و سلفیت و فلان و فلان و فلان دامن بزنن، و بی غیرت ها به جنگ آماده نیستن. به خدا قسم که 1% عرب، 1%
غیرت ایران در وجودش باشه 1%. 1% عرب میگه غیرت ایران در وجودش باشد. بله. پس درد ایشان نه عرب است و نه عجم، نه فلسطین و نه فارس و نه عرب، درد ایشان سلفیت است. معلوم میشه که از این ملاهای شلاخور اسقاط بگیر قبوری است و مشکلش با توحید است، مشکلش با سلفیت است. منشأ عقد و کینه ایشان الحمدلله در این کلیپ برای ما آشکار شد. و همونطوری که گفتم ای کاش از ایران پول میگرفت که دیگه خسارت دنیا و الاخره نمیشد انسان. اما من فقط جهت برای اطلاع شما بینندگان عزیز گرامی میخوام این مطالب رو ذکر بکنم. اولا این که وقتی که این میگه عرب بی غیرت، عرب ها، من نمیخوام اینجا بیام از عرب ها دفاع بکنم یا کدام پیوستگی و یا کدام ارتباطی با عرب و عجم داشته باشیم، اما این سخنان گندیده رو باید انسان جلویشو بگیره. زشت است برای یک مبلغ دین، برای یک عالم دین که قضیه رو قضیه قومی بکنه. اولا جناب آقای صدیقی، حماس، مجاهدین فلسطین عرب هستن یا فارس؟ ایرانی هستن یا عرب؟ افغانی هستن یا عرب؟ عرب هستن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که گروهی از امت من هستند که بر حق استوار و پایدار میمانند. این که کی به ایشان کمک بکند یا نکند آنها را متزلزل نمیسازد و تا روز قیامت بر این عهد و پیمان خود خواهند بود و با دشمنان اسلام می جنگند و مبارزه می کنند. صحابه پرسیدند که یا رسول الله اینا کجا هستند؟ این گروهی از امت شما که تا قیامت در مقابل کفار می جنگند در کجا هستند؟ فرمودند فی بیت المقدس و اکناف بیت المقدس، در بیت المقدس و اطراف بیت المقدس. پس کسانی که امروز در مقابل اسرائیل جنگ می کنند شما نیستید آقای صدیقی، نه تاجیک و نه پشتون و نه ایرانی و نه افغانی است، عرب است. پس وقتی که این حرفای گندیده رو از دهان کثیفت وقتی بیرون میکنی، مسائل قومیت و نژادی و این مسائل میگردانی، کمی دقت بکن که چه داری میگی. اینایی که امروز دارن در فلسطین جهاد میکنن عرب هستن. در 1947، در 1967، در 1972 در همه جنگ هایی که بین عرب ها و اسرائیل صورت گرفته همین کشورهای عربی بودن. البته حکام کشورهای عربی مثل این زمان نبودن، به این اندازه خودفروخته نبودن، شاید کمی غیرت اسلامی داشتن در اون موقع. همه کشورهای عربی تقریبا در جنگ شرکت کردن. من حتی دوستانی دارم از قبایل شمر به اصطلاح در کویت که اجدادشون در جنگ سال 1967 در اونجا به شهادت رسیدن. از سراسر دنیا، از کشورهای عربی مجاهدین رفتن در جنگ با اسرائیل. منتها چطور شد که اسرائیل بر همه این کشورهای عربی غالب آمد؟ به خاطر اینکه یک سیاست جهانی همگانی بر علیه ملت فلسطین بود و همه دنیا دست به دست هم داده بودن که باید این سرزمین به دست یهودیا بیفته و اینجا کشوری رو برای خودشون درست بکنن. حکومت وقت افغانستان، حکومت وقت ایران، حکومت وقت ترکیه، حکومت وقت خیلی از کشورها، پاکستان، اینا همه در این خیانت و در این توطئه همصدا بودن. چرا در اون موقع در این کشورها اونا دستشاندهای خودشان رو آوردن و حاکم کردن تا مسلمان‌ها رو به نام قوم و به نام یک جغرافیای محدود و به نام زبان این چیزا از هم دیگه جدا بکنن. شما تصور کنید 100 سال پیش مثلا در بین افغانستان و پاکستان مرزی نبود. 100 سال پیش مثلا در بین آسیای میانه و افغانستان مرزی نبود. بین شام و فلسطین و شمال آفریقا و
عربستان و کویت و قطر و این کشورهایی که فعلا هستن اینا وجود نداشتن. همه اینا یک کشور اسلامی بودن. مسلمان ها از این کشور به اون کشور میرفتن، کسی نمیپرسید که مثلا تو افغانی اومدی اینجا در مثلا در عربستان چیکار میکنی، در حجاز چیکار میکنی. یا کسی از قدس بلند میشد میرفت مثلا افغانستان در کابل، کسی نمیگفت که تو عرب مثلا از قدس بلند شد اینجا اومدی به خاطر چی. یک سری از ملاهای بی وجدان و بی شرف و خودفروخته رو مثل این آقای صدیقی در اون زمان اجیر کردن. بعد مسائل قومیت و مسائل شما قوم جدا هستید و شما این دارید و اون دارید و تاریخ دارید و فلان دارید، اینا رو جدا کردن از بدنه حکومت اسلامی، خلافت اسلامی، و عرب ها رو گفتن که شما به اصطلاح قوم برتر هستید، خلافت حق شماست، اونا رو جدا کردن. ترک ها رو گفتن شما ملت جدا هستید، شما رو چه به عربا و بقیه، اونها رو جدا کردن. خلاصه ملت ها رو از هم جدا کردن. ولیکن در طول تاریخ فلسطین عرب ها قربانی دادن در فلسطین. همین ملت ما الان داریم از عرب ها صحبت میکنیم. ملت عربستان، ملت کویت، ملت قطر، ملت مصر، ملت تونس، ملت لیبی، ملت الجزایر، ملت های عرب، عموم ملت های عرب تا امروز در کنار ملت فلسطین ایستادن. این قضیه رو که شاید شما تعجب بکنید، این ساختمان های بلند، این همه امکانات، این همه بیمارستان ها، این همه برج هایی که در اونجا وجود داشت، مگه اینا رو کی ساخت؟ آقای صدیقی و اجدادش ساختن؟ افغان ها و ایرانی ها ساختن؟ نه خیر، همین عرب ها ساختن. هر موقع الان هم که غزه رو که خراب کرده اسرائیل، وقتی فردا آتش بسی صورت بگیره و جنگ تموم بشه، باز همین عربا میرن میسازن. این یک. ما بیایم در همین 20 سال اخیر تا 40 سال اخیر رو مطالعه بکنیم. در همه کشورهای اسلامی، اگر در قحطی و گرسنگی در سومال و سنگال و در آفریقا و در کشورهای در اتیوپیا و در اونجا، عرب ها هستن که در اونجا کمک میکنن. اگر در تعلیم دین و فرهنگ و اسلام و دعوت در اونجا در کشورهای آفریقایی، عرب ها هستن که کار میکنن. تا حالا شنیدید یک افغانی رفته باشه اونجا کار کرده باشه؟ یک ایرانی رفته باشه کار کرده باشه؟ یک غیر عرب رفته باشه کار کرده باشه؟ یک نفر دکتر عبدالرحمن سمیت یا سمیت از کویت، یکی از خودش پزشک است، دکتر است، یکی از میلیونرهای کویت. این شخص شاید به دست اون بیش از 20 میلیون نفر در اونجا هدایت شده باشن و میلیون ها نفر مسلمان شده باشن از بت پرست ها. این شخص همه زندگی خودش رو وقف کمک و دعوت و تعلیم و تربیه در آفریقا کرد. فقط کافی است شما بنویسید در گوگل، من اینجا سرچ میکنم، دوستان این رو بنویسن، سرچ بکنن که این دکتر عبدالرحمن سمیت کی است. بله، در ویکی‌پدیا هم هست دوستان عزیز. در این شخص است، فرانسویدن اسمش عبدالرحمن السمیت، یک پزشک است، طبیبی است. این به تنهایی خودش در آفریقا تقریبا از سال 1972 که در اونجا شروع کرد به دعوت و به کمک به مردم آفریقا، میلیون ها نفر در اونجا به دست این شخص مسلمان شدن. یعنی شما تا دلتان میخواد در مورد این جوایزی است که فقط این شخص در طول حیاتش گرفته، جوایزی که از کشورهای مختلف، از سودان، از کشورهای مختلف، از مصر، از دبی، از شارقه، از کشورهای مختلف، و این انسان خدماتی رو که انجام داده در آفریقا، یک عرب خدماتی رو که در آفریقا انجام داده، باور بکنید که آقای صدیقی و همه افغانستان و ایران و تاریخ 2500 ساله و 5000 ساله را اگر کل اعمال خیریشو جمع بکنید، به اندازه اعمال خیری دکتر عبدالرحمن السمیت در آفریقا نمیشه. و این واقعیت است دوستان، از این اغراق نیست. یعنی
و تعریف و تمجید بیجا نیست. برید در مورد عبدالرحمن سمید بخوانید ببینید که این شخص چگونه انسانی بوده. من فکر کنم در مورد ایشان در یکی از برنامه جناب دکتر عمرا صحبت کرده بودن. دوستان اگر کلیپشو پیدا کردن بگذارن در کامنت ها در یوتیوب. این یک شخص خدماتی رو که گفتم در آفریقا فقط انجام داده، در 5000 سال گذشته همه ایرانی ها و افغانی ها، همه قوم آریایی به اصطلاح به قول خودشون اینقدر افتخار میکنن انجام ندادن که این شخص در آفریقا انجام داده. در چچن، در تاجیکستان، در داغستان، در افغانستان، در لبنان، در سوریه، در فلسطین، در همه کشورهایی که در اونجا جهاد بر علیه کفار وجود داشته، 10,000 جوان عرب به شهادت رسیدن. تنها در جنگ‌های شرق و جنوب افغانستان در زمان روس‌ها و در زمان کمونیست‌ها بیش از 4500 نفر از جوانان عرب در افغانستان به شهادت رسیدن. 5 میلیون مهاجری که در پاکستان زندگی می‌کردند، همه اینها توسط مؤسسات خیریه عربی کمک می‌شدند. کسانی که در اون دوران در پشاور زندگی کردند، در پاکستان زندگی کردند، بیمارستان الفوزان عرب ها، بیمارستان هلال احمر کویت، بیمارستان هلال احمر عربستان، بیمارستان قطری ها و ده ها و صدها مؤسسه حرمین، لجنة البر، هیئت الاغاثه، هیئت العالمیه للشباب الاسلامی، همه این مؤسساتی که در اونجا کمک میکردن و این همه مهاجری که غذاشون، داروشون، خیمه هاشون، خونه هاشون، لباس هاشون رو همین مؤسسات عربی در آنجا تامین میکردن. و من یقین دارم که نصفی از، شاید بیشتر از نصفی از گوشت و خون و پوست و چربی که در وجود آقای صدیقی قرار دارد یا در وجود پدرش و پدر بزرگش از همون مؤسسات عربی است و از همین عرب هایی که ایشان آنها را بی غیرت خطاب میکنن که از پول اموناست که تامین شده به شکل مستقیم یا غیر مستقیم. دیروز به یکی دوستا گفتم همین دانشگاه های اسلامی که شما دارید، همین دانشگاه سلام که در افغانستان فعالیت میکنه و متاسفانه کسانی در این دانشگاه درس میخوانند که فردا با عرب و با توحید و با منهج سلفیت مبارزه میکنن، خبر ندارن که همین دانشگاه سلام را عربا درست کردن برای افغانستان. و خیلی از دانشگاه دعوت جهاد، دانشگاه جهاد، لیسه ها، مدارس، دارالحفاظ ها، مدرسه امام حنیفه و ده ها انستیتوت هایی که در زمان جهاد در پاکستان تأسیس شد، معهد امام حنیفه، معهد سید الشهدا، معهد خالد بن ولید، معهد انصار و بسیاری از، شاید میتوانم بگم که 99% از دانشجویانی که در رشته‌های شرعی و حتی عصری درس خواندن در 40 سال اخیر یا در دانشگاه‌های عربی درس خواندن یا توسط بورسیه هایی که از کشورهای عربی برای اینها تامین شده اینها تونستن که تحصیل بکنن. این همه مدارس و چاپ کتاب‌ها، مصاحف، قرآن، همه اینا رو این عرب‌ها انجام دادن و من نمیدونم یا رئیسی انجام داده، سپاه پاسداران انجام داده، اجداد آقای صدیقی انجام داده که ما خبر نداریم. و این انسان بی وجدان دیروز از سپاه پاسداران رئیسی تعریف میکرد، امروز اومده بعد عربا میگه، بعد آخر فهمیدیم که در کجاش میسوزه، دردش در کجاست؟ دردش در سلفیت است، دردش با توحید و با یکتاپرستی است، دردش با مبارزه با شرک است. این در مورد عرب ها و این که یعنی در هر جایی که مظلومینی بودن، چه در جهاد چچن، در جهاد تاجیکستان، در جهاد افغانستان، چه در جهاد اول چه در جهاد دوم، هزاران نفر از جوانان عرب، از علما، از دعوتگران در افغانستان به شهادت رسیدن. اینو نباید فراموش کرد. ثانیاً جناب آقای صدیقی و امثال صدیقی که یک کلمه ای از رئیسی رو میشنوند و به رقص و به اصطلاح عطن میافتند و یا از سپاه پاسداران با چه آب و تابی دفاع میکنن، آیا خبر دارن که امروز در همین کشورهای عربی از عربستان گرفته تا الی آخری تا مصر هزاران نفر، ده ها هزار نفر علما و دعوتگران
در زندان هستن، مفکرین در زندان هستن به خاطر گفتن حق، به خاطر فلسطین، به خاطر حماس. در همین کشورهای اسلامی، من نمیخوام الان اسم بگیرم که فردا حالا برای اونها جنجالی درست بشه، در همین کشورهای عربی، در همین مناطق خلیج و ماحولش، بیش از 4000 نفر از علما و دعوتگران فقط به خاطر قضیه فلسطین زندانی هستند. یک روز این بی‌غیرت، بی‌شرف در مورد علمایی که در کشورهای عربی زندان هستند، شکنجه میشن به خاطر اسلام، به خاطر دعوت، به خاطر قرآن، به خاطر سنت، به خاطر فلسطین، به خاطر یهود، به خاطر نصارا، آیا از اونا یاد کردی سر منبر؟ یک روز گفتی که اینها دارن چه زجری میکشن در اونجا؟ نه. من در این کلیپ هایی رو میخوام نشون بدم به خاطری که ایشان رفته مثلا یک چیزی رو از رئیسی شنیده و سپاه پاسداران این همه به وجد افتاده و به رقص افتاده. من یعنی اگر مثلا تنها حرف زدن باشه و عمل نکردن باشه، از حکام کشورهای عربی هم خیلی حرفایی میزنن تندتر از حرفای آقای رئیسی و از حرفای سپاه پاسداران و از حرفای حکومت ایران. من نمونه‌اش رو اینجا بعد از این کلیپ ها رو جمع کردم خدمت شما عزیزان پخش میکنم تا ببینید که ثانیاً همین کشورهایی که با اسرائیل دشمن بودن، مثلا صدام حسین کسی بود که با وجود همه اشتباهات و خطاهایی که داشت، تنها کشور اسلامی که تل‌آویو پایتخت اسرائیل رو با راکت‌های اسکات زد. نه مثل ایرانی‌ها که زدن دشت‌های نقب و اونجا افتاد و بینی یک اسرائیلی هم خونه شد. نه، زد ساختمان‌ها رو خراب کرد، 10 نفر کشته و زخمی داد. در اسقاط حکومت عربی ضد اسرائیلی که بیش از 1 میلیون سرباز مسلح داشت و هر روز اسرائیل رو تهدید میکرد، همین سپاه پاسداران و حکومت ایران با آمریکا دست یک کردن و این حکومت رو ساقط کردن و حکومت عراق رو به دست شیعیان خودشون دادن. این رو آقای صدیقی نمیفهمه؟ اذا كنت تدری فتلك مصیبة اذا كنت لا تدری فالمصیبة اعظم. مثلا یک نمونه از حرفای صدام رو من خدمت شما عزیزان در مورد اسرائیل که چی میگفت رو اینجا پخش میکنم و سعی میکنم که در اثنای صحبتش براتون ترجمه بکنم. این همه رئیس جمهورها، این همه بزرگا میگه جمع میشن در اونجا. عیب نیست که با این حرفایی که میزنید که محکوم میکنید ما یک کمیته آمریکایی یا بین‌المللی بیاد فلسطین رو آرام بکنه. بس است این ذلت، بس است این ضعف، بس است. با یک حدی گذاشت در مقابل این صهیونیست ها. اگر نمیتوانند کشورهای عربی، عراق به تنهایی خودش میتونه در مقابل اسرائیل بیسته و صهیونیست‌ها را از بین ببره. راه رو برای ما باز بکنن، دیگه کاری نداشته باشن، ببینن که بعد ما با اسرائیل و با صهیونیست‌ها چی کار میکنیم. همین امروز، ما امروز و فردا و پس فردا صبر نمی کنیم. از همین امروز می توانیم شروع بکنیم. از همین امروز می توانیم اونها رو نابود بکنیم. اگر میخوان که همه شرکت بکنن بگن به این شرف نائل بشن، پس بفرمایین همه با ما کمک بکنن، ما باهاشون هستیم تا یک حدی برای این صهیونیست ها قرار بدیم. صحبت تورانی از در اینجا میگه که اسرائیلی ها، صهیونیست ها، غیر از سخن زور، غیر از میله تفنگ، دیگه هیچ روشی با اینها به اصطلاح کارساز نیست. اینها رو باید همانطوری که با زور حاکم شدن در اونجا، با زور باید اینها رو از بین برد. این صدام رو کی سرنگون کرد؟ همین سپاه پاسداران. چرا؟ برای خدمت به کسانی که اساس مذهبشون رو درست کرده بودن. عبدالله ابن سبع یهودی در طول تاریخ با یهود دستشون یکی بوده.
امروز اگر که این به خاطر فریب مسلمان ها 4 تا موشک این بر اون بر سر صدا را میندازن، این فقط به خاطر فریبکاری است. وگرنه حکومت صدام رو در عراق کی ساقط کرد؟ همینه. اگر ایران با سپاه پاسداران با آمریکا کمک نمیکرد، صدام سقوط نمیکرد. این از این. یکی از اشخاص دیگری رو که سبب سقوطش خیلی امروز از یمن نمیدونن که در یمن مثلا 20 سال پیش چه اتفاقی افتاد، 15 سال پیش چه اتفاقی افتاد. در یمن یک حکومتی بود، حالا کسی که حاکم بود رئیس کنگره ملی یمن علی عبدالله صالح، شخص خیلی دینداری نبود، اما یک عربی غیوری بود، از اهل سنت بود. اینو ساقط کردن، حکومتش رو سقوط دادن. توسط کی؟ توسط شیعیان حوثی که در ایران تربیت شده بودن و شیعیان حوثی تابع سپاه پاسداران رو در یمن آوردن، حاکم کردن. هزاران، صدها هزار نفر از اهل سنت رو کشتن، زندان کردن، تبعید کردن، مجبورشون کردن که اونا مهاجر بشن. امروز در سعودی، در ترکیه، در کشورهای مختلف اهل سنت یمن مهاجر هستن. و حکومتی رو که در مقابل اسرائیل می ایستاد و در امروز هم که گاهی اوقات مثلا میبینید که در مقابل اسرائیل یمنی‌ها حرفایی میزنن، این ریشه داره در بین یمنی‌ها. معرف امروز دیروز نیست، این از 20 سال 30 سال به این طرف بوده که امروز دارن اونا به نفع خودشون بهره برداری میکنن که گویا حوثی‌ها هستن که این کارو میکنن. نه خیر، ملت یمن دشمنی دیرینه دارن با اسرائیل. همین شخص رو اینا آمدن توسط همین حوثی‌ها سرنگون کردن حکومتش رو و به جاش یک حکومت شیعی رو در اونجا حاکم کردن که امروز هر چی که ایران بگه همون رو انجام بده. بزرگترین خدمت رو دارن برای کی میکنن؟ برای اسرائیل میکنن. مثلا چند روز قبل دوستا والا حوثی‌ها خوب کار کشتی ها رو دارن میزنن. بابا جان، در دریای سرخ مثلا اگر که از اونجا 1 میلیون کشتی رد بشه، 1 کشتی یا 2 کشتی اگر برای اسرائیل بره، بقیه کل کشورهای عربی و اسلامی و آفریقایی هستن که از اون استفاده میکنن. اینها با زدن اون کشتی ها و با این کارهایی که دارن در دریای سرخ انجام میدن، شما باور کنید ترکیه رو متضرر کردن، کشورهای شمال آفریقا، کشورهای اهل سنت مسلمان رو متضرر کردن، کشورهای خلیجی رو متضرر کردن. تاوانش رو کی داره پس میده؟ ملت‌های بیچاره دارن پس میدن. مثلا یک کشتی که با 2000 3000 دلار مواد نقل میکرد الان به 10000 و 15000 دلار رسیده، بیمه ها بالا رفته. چه آقا اومده مثلا با یک کشتی تیراندازی کرده؟ یعنی چیکار کرده؟ فلسطین رو فتح کرده؟ اینها همه سیاست هایی است که دارن در منطقه انجام میدن. به خاطر چی؟ به خاطر ضربه زدن به اهل سنت. حالا صحبت های این علی عبدالله صالح را من اینجا نمونه‌اش آوردم خدمت شما، گوش کنید. ولكن في متغيرات دولية وإقليمية ولا بد أن نطور العمل العربي المشترك. میگه تغییراتی در منطقه رخ داده که ما به خاطر مقابله با این مشکلات و با این سختی‌ها باید یک اتحاد نظامی کشورهای عربی تأسیس بکنیم در مقابل دشمن صهیونیستی. صهیونیست‌ها دشمنان تاریخی امت عربی هستند. اونا دشمنان همه عرب هستند. ما اگر هرچی در مقابل اونها سرخم بکنیم و تنازلات بدیم، اونها قبول نمی کنن. شهرک‌های یهودی رو دارن میسازن، دیوارهای که جدا میکنه بین فلسطینی ها رو دارن میسازن، قوانین بین‌المللی رو قبول نمی کنن. فلسطین، جولان و جنوب لبنان رو اشغال کردن. همه دستورالعمل هایی که از سازمان ملل صادر میشه رو رد میکنن. چرا ما باید یک اتحاد مشترک عربی نداشته باشیم؟ یک نیروهای نظامی مشترکی داشته باشیم؟ زمین ما یکیست، ثروت ما یکیست، زبان ما یکیست. چرا در مقابل این صهیونیست های ذلیل ما نباید یک نیروی نظامی مشترکی داشته باشیم؟ و در ادامه صحبتاش میگه که ما نمیتوانیم هیچ گونه موفقیتی در مقابل صهیونیست‌ها به دست بیاوریم تا اینکه مانند اتحادیه اروپا یک اتحادیه عرب داشته باشیم که نیروی مشترک داشته باشه، ارتش مشترک داشته باشه. ما یک امت واحدی هستیم. چرا نباید در مقابل اونها بایستیم؟ زیرا آنها غیر از سخن زور و سلاح
و قوت چیز دیگه سرشون نمیشه. سخنانش زیاد است، من گوشهایی از سخنان ایشان را در اینجا آوردم خدمت شما عزیزان. شخص دیگری که میخوام در اینجا صحبتاش رو خدمت شما عزیزان پخش بکنم از لیبی است. ببینید که چی میگه. ما از سخن حق نمیترسیم. ما نیروهای مقاومت فلسطین را کمک میکنیم. سفارت ها، قنصلگری ها، نمیدونم اتفاقنامه های بین المللی است، همه اینا برای ما اهمیتی ندارد. ما دولتی داریم در لیبیا که حاضر هستیم قلبا و قالبا در کنار حماس و در کنار مقاومت فلسطین بایستیم. والله العظیم میگه، قسم به الله که اگر مرز رو باز بکنن ما همه نیروی نظامی که در لیبی داریم، همه مجاهدینمون رو به اونجا انتقال میدیم. همه سلاحایی که داریم همه رو به در غزه انتقال میدیم. سربازان ما، مجاهدین ما هستن، همشون هم تعلیم دیده، جنگ دیده، آب دیده، آماده ایم که اونها رو به غزه انتقال بدیم. یک راه برای ما باز کنن این کشورها که ما بتوانیم نیروهای خودمون رو به غزه انتقال بدیم. ما حاضر هستیم که در غزه بجنگیم، با برادران ما در فلسطین در کنارشون می جنگیم. این یک مزایده نیست، مجامله هم نیست، چیزی است که به او ایمان داریم. باز کنید راه رو، ما همه نیروهامون رو به فلسطین انتقال میدیم. آقای صدیقی اینو ندیده یا دیده؟ همینطوری من میگم من علمای ما بعضیاشون واقعا احمقن. اجازه بدید این کلمه رو بگم. هم صبح تا شام چون از در رسانه های ما، در میدیای ما سیطره ایران است. کانال های ایرانی رو میبینن که اخبار ایران رو میشنون، روزنامه ها، اینترنت، همه چیز. زبان های دیگر هم که نمیفهمن، نمیدونم عربی بلد است یا شاید هم بلد نباشه. رئیسی گفته که ما باید به فلسطینی ها کمک بکنیم. طرف نماینده لیبی در همون کنفرانسی که آقای صدیقی ازش ذکر کرد که در اونجا رئیسی اومده گفته که باید به فلسطینی ها کمک بکنیم، در کنارشون بیستیم، طرف میگه من حاضرم همه ارتشمون رو انتقال بدم به غزه. همه براش دست میزنن. حرف زدن آسان است، هر کی میتونه بیاد این حرف رو بزنه. بعد میگه عرب بی غیرت. اگر یادتون باشه در ترامپ در اواخر حکومتش به نام صفقة القرن گفته یا پیمان قرن گفته، یک دستورالعملی رو آماده کرده بودن. یهودی‌ها و نصرانی‌ها و بعضی از کشورها هم باشون هم صدا شده بودن که یک خاورمیانه جدید بسازیم و خلاصه یک سری مسائل اقتصادی و همه چیز شلغم شوربایی درست کرده بودن. ایشون رئیس پارلمان کویت است. در جلسه رسمی میگه این پیمان قرنی رو که ترامپ و آمریکا آماده کردن جاش در سطل زباله است. نگاه کنید چی میگه. فلسطین برمیگرده به ما، قدس به ما برمیگرده دوباره. این وعده الله است که دروغ نیست. به اختصار میگویم که به نمایندگی از همه ملت‌های عربی این همون پیمان قرنی که آمریکا درست کرده جاش در زباله‌دان تاریخ است. و این کلیپی است که در شبکه‌ها نشر شد و همه مردم دیدن. همین شخص در سازمان ملل وقتی که نماینده اسرائیل صحبت میکنه و بعد از اون ایشان مایک رو میگیره، ببینید که چی میگه بهش. در 45 ثانیه میخوام صحبت بکنم. تشکر میکنم از این کمیته‌ای که در این مورد رأی دادن، رأی بی‌طرفانه. و ثانیاً وقتی سخنگوی پارلمان کشور اشغالگر
متجاوز که سخت‌ترین سازمان یا دولت تروریستی است در منطقه، من در این چند ثانیه به نماینده پارلمان اسرائیل میگویم در سازمان ملل میگه این ضرب المثل بین‌المللی بر او انطباق میکند که اگر حیا نداری، خجالت نمیکشی، هر کاری دلت میخواد بکن. میگه دم دستگاهتو جمع کن و بلند شو از این جا برو بیرون. بعد از این برخوردو که دیدی برو بیرون از اینجا اگر ذره شرف و کرامت داری. ای اشغالگر، ای قاتلین اطفال. و بعد از اون نماینده اسرائیل طوری که میبینید از اینجا خارج میشه و میره. این چیزا رو که آقای صدیقی نمیبینه، نه؟ در سازمان ملل در حضور همه خبرنگارا و کشور کویت یک کشور عربی است که 1 میلیون جمعیت نداره، 1 میلیون جمعیت هم نداره. یک بمب کافی است که همه کویت رو نابود بکنه. اما این هستن در بینشون کسایی که مثل ایشان رئیس پارلمان کویت است، یعنی رئیس پارلمان برحال کویت است، این گونه برخورد میکنه در اینجا. از اردن ببینیم که سخنان یکی از مسئولین اردنی رو شما ببینید که چی میگه. میگه که رئیس جمهور آمریکا گفت که قدس از اونهاست و الله عزوجل میگوید که وقتی که وعده ما آمد که شما داخل میشید به مسجد مانندی که قبل از اونم داخل شده بودید که چهره هایشان سیاه شود، هرچه میخواهید بکنید. اما میگه رئیس جمهور آمریکا گفت که ما شب و روز کار کردیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگویند که گروهی از امت من هستند که بر حق هستند، کسی با آنها دشمنی کند با آنها ضرری نمیرساند. گفتند در کجاست؟ گفت در بیت المقدس و اطراف بیت المقدس. رئیس جمهور آمریکا گفت که کشورهای منطقه برای مصلحت خودش کار میکند. نبی صلی الله علیه وسلم میگوید که اگر از دنیا اگر یک روزم بماند، الله متعال اون روز را طولانی خواهد کرد تا اینکه آخر این امت با دجال بجنگن، با یهود بجنگن در شرق نهر اردن و در غرب نهر اردن، یعنی در غزه فعلا، تا اینکه یهودی در پشت سنگ و چوب پنهان می شود و سنگ و چوب صدا می کند که ای مسلمان بیا این یهودی در پشت سر من او را بکش. رئیس جمهور آمریکا گفت که عرب باید معذرت بخوان به خاطر جنگ هایی که کردن. فکر نکنید کسانی که در راه الله کشته شدن مردن، بلکه آنها زندن و در نزد پروردگارشان روزی میخورن. و صحبت های خیلی طولانی است از ایشان در مورد صهیونیست‌ها، در مورد فلسطین، دعوت مسلمان ها به جهاد، به همبستگی، یک جا شدن با هم در مقابل اسرائیل. ببینید اینی نیست که بعضی از علما یا دعوتگران ما فکر بکنن که دنیای عرب همه خوابن، یا بعضی ها مثلا یک تصویری رو میارن از یک ولیمه بسیار بزرگی، مثلا یک گوسفند کاملی رو برنج گذاشتن و مردم جمع دارن میخورن. باور به خدا بکنید یک نوع تشویه عمدی از طرف دشمنان اسلام وجود دارد که بین امت اسلامی تفرقه بندازن. ما طوری باید فکر بکنیم که بله انگار همه عرب ها نشستن و دارن میخورن و میخوابن و تنها ما هستیم که به فکر اسلام هستیم. آقای صدیق تو چه کردی برای فلسطین؟ تو چه کردی برای اسلام؟ غیر از که رفتی در سر منبر اونجا توف خودتو باد کردی در هوا، دیگه چیکار کردی تو برای اسلام، برای مسلمانان و برای فلسطین؟ من در یکی صحبت‌ها گفتم اینه که این همه گلو پاره میکنن، بخوان آمریکا برن، بخوان مهاجر بشن در اروپا و آمریکا، از راه ایران و ترکیه و یونان و بحر و با وجود خطر مرگ و غرق شدن و همه چیز، ببینید بعد از یک هفته خودشون رو به آلمان و ایتالیا و فرانسه اونجا میرسانن. اما مسئله فلسطین که بشه،
بله این عرب های بی غیرت باید برای ما مرز رو باز بکنن. این صحبت های ایشان بود و بعضی از کلیپ هایی که من همینطور سرسری آماده کرده بودم. یک نکته جالبی رو براتون بگم. مسئله روابط سیاسی با اسرائیل یا بعضی از به نام به اصطلاح صلح با اسرائیل که مطرح میشه، این نظریه بعضی از حکومت هاست که حالا بنا به هر دلایلی دست نشانده هستن، خود فروخته هستن، هرچی هستن، اما ملت های عربی با این مخالفن. یک موضوع دیگری که شاید در طول همین هفته‌ای که ماهایی که به اصطلاح جنگ در غزه بود، قضیه تونل هایی که در بین غزه و مصر وجود دارد و این تونل ها رو بستن و تونل ها رو بعضیاشو کشف کردن. شما میدونید همه امداد مواد غذایی و مواد سوختی از طریق تونل ها که بین غزه و سینا هست، سینای مصر، تامین میشه؟ آیا فکر میکنید مثلا حتی دولت مصر از این چیزا خبر نداشت؟ داشت. از قضیه تونل ها از 20 سال به این طرف من بررسی میکنم قضایای فلسطین و کشورهای عربی اینا رو، یعنی همه مواد ارتزاقی از برنج و روغن و آرد و نمیدونم نفت و گاز و همه چیز از طریق این تونل ها به غزه فرستاده میشد. اما یک سوالی از به طور مثال یکی از دوستان یک روز صحبت میکرد، میگفت که مثلا چرا ترکیه با اسرائیل وارد جنگ نمیشه؟ درست است، من هیچ عذری برای هیچ کشور اسلامی قائل نیستم. هیچ کس عذر ندارد، والله هیچ کس عذر ندارد. نه رئیس جمهوری، نه حاکمی، نه پادشاهی، نه امیری، هیچ کس عذر ندارد. حتی ما افراد عامه مسلمان هیچ کس در مورد قضیه فلسطین عذر ندارد. همونطوری که دیروز در مورد قضیه افغانستان هیچ کس عذر نداشت. لکن یک کمی ترکیه اومد مثلا با لهجه تندی صحبت کرد، از کردستان ایران، از خاک کردستان ایران بر علیه ترکیه عملیات‌های نظامی انجام دادن و نمیدونم 6-7 سرباز ترکیه رو کشتن که همه ملت و اپوزیسیون و همه بلند شدن و قضیه فلسطین و کمک به فلسطین تحت شعاع قرار داد. و من یقین دارم که امروز اگر ترکیه با اسرائیل وارد جنگ بشه، اولین کشوری که از پشت ضربه میزنه به ترکیه ایران است. اگر امروز ملت عراق وارد جنگ بشن با اسرائیل، اولین کشوری که ضربه میزنه و این پلان و این برنامه رو نابود میکنه همین آخوندهای ایران هستن. کاری که در لبنان دارن انجام میدن، در سوریه دارن انجام میدن. امروز در لبنان، در سوریه، در عراق، هر کسی که با اسرائیل دشمن بود، هر کسی که هر سازمانی، هر سنی، هر عالمی که با یهود و با اسرائیل و با آمریکا دشمن بود، توسط همین شیعیان اعدام شدن، کشته شدن، نابود شدن. پس تا کی باید علما و دعوتگران ما اینقدر بی‌شرف و بی‌وجدان باشن که از قاتلین میلیون‌ها کودک اهل سنت در عراق و سوریه و لبنان و کشورهای دیگه در یمن دفاع بکنن، از سپاه پاسداران جنایتکار دفاع بکنن، از حکومت آخوندی جنایتکار دفاع بکنن و به امت اسلامی و مسلمان ها توهین بکنن؟ تا کی؟ سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، انشالله که خوب باشید. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. استاد عزیز، با عرض پوزش و با تمام احترامی که به شما قائلم، بعضی از برادرها، بعضی از دوستا این انتقاد از شما داشتن که آقای انصاری نسبت به بعضی علمایی که اشتباه دارن کمی تندتر برخورد میکنه و با الفاظ تندتر با آنها برخورد میکنه. این انتقاد، البته من به اونها گفتم این انتقادشون به جان، ولی خب بعضی ها این انتقاد از شما داشتن. یکی هم یه سوال داشتم که اینکه ملحدین یه بحثی رو جدیدن خیلی میگن که در بخش قرآن، که میگن قرآن اگر کتاب مبین و آشکاراست، چرا پس نیاز به تفسیر داره؟ چرا اینقدر تفسیر نوشته شده؟ این شعبه‌ای که میخواستم جواب بدید.
خیلی ممنون. باش. یک لحظه تشریف داشته باشید. سوال اولتون انشاءالله پاسخ خواهم داد. ببینید وقتی چون طبقه علما، طبقه دعوتگران خطرناکترین طبقه در یک جامعه هستن، خودتون میدونید، درسته؟ اگر که مثلا شما به عنوان یک انسان عادی اگر یک اشتباهی رو انجام بدید، یک شخص انجام داده، نهایت اشخاصی که متأثر میشن از حرفهای شما و از افکار شما کسانی هستن که ماحول شما هستن. دوستمون تماسشون قطع شد، مثل این که اگرم خواستن دوباره تماس بگیرن مشکلی نیست. یک شخص عادی وقتی یک اشتباهی میکنه، شاید خانوادهش، اشخاص محدودی که اطرافش هستن، یا شاید حتی امونا متأثر نشن. یک شخص از یک اشتباهی کرده. وقتی یک عالمی یک اشتباهی میکنه، دعوتگری یک اشتباهی میکنه، هزاران نفر از اشتباه او وارد اشتباه میشن، از گمراهی او وارد گمراهی میشن. به همین دلیل الله سبحانه و تعالی در هیچ موردی، هیچ کافری، هیچ زندیقی رو به سگ تشبیه نکرده، علما رو تشبیه کرده. مثلهم کمثل الکلب، آنها، مثال آنها مانند مثال چی است؟ سگ هست. مثلهم کمثل الحمار، مثلهم کمثل الحمار، آنها مانند الاغ هستند. چرا علما رو با این شدت الله سبحانه و تعالی در قرآن به سگ و به خر تشبیه میکنه؟ چون یک عالمی اگر گمراه بشه، میلیون ها نفر رو پشت سر خودش گمراه میکنه، میلیون ها نفر رو در پشت سرش گمراه میکنه. الله سبحانه و تعالی در مورد اینها چی میگه در قرآن کریم؟ میگه که لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامه، گناهان خودشان را کامل در روز قیامت همراه خواهند داشت. و من اوزار الذین یضلونهم، و از گناه کسانی که آنها را گمراه کردند. یکی گناه خودشون رو برمیدارن، جواب میدن اونجا. یکی گناه کسانی که چیکار کردن؟ گمراه شدن توسط حرفهای اینها. و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون، و کسانی که گناه خودشون رو هم دارن و گناه کسانی که آنها را گمراه کرده‌اند، چه بد از آن گناهایی که اینها به دوش خود میکشند. وقتی یک نفر، ببینید این تبشیر به تشیع است، این تبشیر به رافضه‌گری است، این دعوت برای نشر تشیع و رافضه‌گری در افغانستان است. باید حکومت افغانستان، وزارت امر به معروف، وزارت اوقاف، باید جلوی این گونه ملاهای بی وجدان بهشون میگم، بی شرف بهشون میگم، بی حیا بهشون میگم، سگ صفت بهشون میگم. چرا؟ اینها سگانی هستن که به دنبال 4 قران میدون تا که مردم رو گمراه بکنن. اویی که امروز میاد از سپاه پاسداران جنایتکار، قاتل اطفال سوریه و عراق دفاع میکنه به غیر علم، بدون علم، و مردم رو گمراه میکنه، یعنی چی؟ اینایی که در مسجد نشستن حرفهای این رو میشنون، در دلشان محبت به سپاه پاسداران ایجاد میشود، در دلشان محبت به نظام آخوندی ایجاد میشود. میرن کانال های اینا رو میبینن، کتاب های اینها رو میخوانن و افکار اینها بر مغزهای اینها تاثیر میگذارد. بعد ما به اینا چیزی نگیم برادر؟ والله مثلهم کمثل الحمار مثلهم کمثل الکلب. الله متعال گفته. یعنی باور کنید من دوست ندارم، یعنی گاهی اوقات یکی از علما مثلا در هرات اگر باید داشته باشید، در زمانی که در وصال بودیم یک صحبتی کرده بود شبکه ولایت، بعدن ایشون تماس گرفت گفت والله من خبر نداشتم، اونا مصاحبه در موضوع دیگری بود، اونا قسمتی رو گرفتن و به عنوان مصاحبه با شبکه ولایت پخش کردن. ما عذرخواهی کردیم، با خودشون مصاحبه کردیم و اون کلیپ رو حذف کردیم. ما نیست که خدای نکرده با جناب صدیقی و غیر صدیقی دشمنی داشته باشیم. حق است. حق خط قرمز ماست، اهل سنت خط قرمز ماست. سپاهی که به خاطر سنی بودن، به خاطر اهل سنت بودن، میلیون ها نفر از برادران و خواهران ما رو در عراق و سوریه
قتل عام کردن، بعد یک ملای خودفروخته بی وجدان بی شرف بلندش از اونا طرفداری بکنه، بعد ما چیزی نگیم که والا نباید که مثلا در مقابل اینا بیادبی بد اخلاقی بشه. نه، این بیادبی بد اخلاقی نیست. اگر بیادبی بد اخلاقی باشه، الله سبحانه و تعالی در قرآن علیه و بیادبی بد اخلاقی کرده در مقابل علما که گفته مثلهم کمثل الکلب مثلهم کمثل الحمار. نه، این چون موضوع حساس است برادر عزیز. ما بعضی مسائل خط قرمز ماست و با هیچ کسم ولا نخاف فی الله لومة لائم، با هیچ کسم مجامله نداریم. والله بالله تالله فردا پدر من، برادر من، استاد من، شیخ منم اگر مثل ایشان حرف گمراهی بزنه، همینجا کلیپشو میگذارم بعد جوابش میدم. دین من، توحید من، قرآن و سنت ما، اهل سنت برای ما خط قرمز است. طرف میاد تبلیغ میکنه برای سپاه پاسداران جنایتکاری که دستشون به خون میلیون ها مسلمان بیگناه سنی آغشته است، بعد ما چیزی نگیم. ثانیاً امروز خیلی ها مطرح میکنن، سوال دومتون رو در مورد صحبت کنم، که چرا قرآن این همه تفاسیر داره، چرا قرآن این همه به اصطلاح اگر که قرآن کتاب مبین است، اگر قرآن کتاب آشکار است، اگر قرآن وحی الهی، چرا این همه تفاسیر داره؟ ببینید، تفاسیر قرآن برداشت علما از آیات قرآن است. برداشت علما از آیات قرآن است. الله سبحانه و تعالی در یک آیه‌ای برای ما این گونه بیان می کند در مورد قرآن. میگوید که در سوره فصلت آیه 53 میگه سنوریهم، با آنها نشان خواهیم داد در آینده، آیاتنا، نشانه های خود را، در آفاق، در کهکشان ها، و فی انفسهم، و در نفس های آنها، حتی یتبین لهم، تا که برای آنها آشکار شود که چی است؟ انه الحق، این دین بر حق است. ببینید، قرآن کریم معجزه بلاغی دارد، معجزه عددی دارد، معجزه علمی دارد، معجزه ترتیب، همه چیز دارد. یعنی قرآن کریم یک کتاب معجزه است. و به زبان عربی چرا نازل شده؟ این اصل جواب سوال شما در این نکته نهفته است. مثلا اگر قرآن کریم به زبان انگلیسی نازل می شد، ما در زبان انگلیسی تقریبا چیزی در حدود 500,000 مفردات داریم. در زبان انگلیسی حد اکثر 500,000 مفردات داریم. کارگردان عزیزمون با زبان انگلیسی آشنا هستن، اگر من اشتباه میکنم تصحیح بکنم. در زبان انگلیسی که امروز در دنیا زبان اول بین المللی است، ما 500,000 مفردات داریم یا کلمات داریم. در زبان عربی 25 میلیون مفردات داریم. 25 میلیون کلمه وجود داره که هر کلمه معنای جداگانه‌ای داره برای خودش. تفسیر قرآن کریم فهم علما و مفسرین از آیات قرآن است. البته در احکام نیست. احکام که به اصطلاح تقریبا میشه که شبه اجماع وجود داره بین همه مفسرین. مثلا هیچ مفسری در تفسیر آیات کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نگفته که روزه واجب است، نگفته روزه سنت است، نگفته روزه نفل است، نگفته روزه سنت مؤکده است. همه گفتن که روزه فرض است. در آیات محکمات، در آیات احکام، در آیاتی که در اون اصول دین و اصول ایمان بیان شده، همه مفسرین تقریبا شبه اجماع، شاید بعضی جا تعویلاتی داشته باشند، اما اجماع عمومی بین همه مفسرین است. اما دروس و تفاسیر چی است؟ بیشتر دروس و عبر و فهم مفسرین از قرآن است. به طور مثال من یک نمونه به شما بیان بکنم. ما در فارسی مثلا میگن زن به هر مؤنثی که به اصطلاح به سن بلوغ رسیده باشه بهش میگن زن. پایین تر از سن بلوغ باشه بهش میگن دختر. قبل از ازدواج میگن دختر، بعد از ازدواج بهش میگن زن. زن یک کلمه. در عربی شما تصور کنید بر اساس صفات خلقی هر زن برای یک اسم است. هر مرحله از مراحل عمر او برای یک اسمی است. به طور مثال شیر
ما داریم شیر، حیوان درنده‌ای که در جنگل زندگی میکنه. شیر یک اسم داریم ما، شیر. در عربی شیر 100 تا اسم داره بر اساس شکلش، سالش، قیافش، درندگیش، شجاعتش و اوصاف دیگه. 100 اسم داره شیر. مثلا فهد هست، اسامه هست، اسد هست، حیدر هست، نمونه‌ای از اسما. به همین دلیل مفسرین قرآن رو بر اساس فهم خودشان از آیاتی که آیات محکمات نیست، مسائل اصول ایمان و اصول دین و اینا در او بیان نشده، مثلا آیات عمومی است، فهمشون از اون آیات رو نوشتن. و اکثر مفسرین اهل سنت که ببینید تفاسیری که وجود داره، هر تفسیر یک جانبی رو برای خودش بحث کرده و انتخاب کرده. مثلا تفسیری است مثل تفسیر قرطبی، بیشتر جانب بلاغی قرآن، ادبیات، از باب ادبیات عرب مثلا اومده قرآن رو تفسیر کرده، ریشه های لغت و این مسائل. تفسیر ابن کثیر مثلا بیشتر تفسیر سلفی است، تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به سنت است. و همچنین هر تفسیر یک جانب خاصی از قرآن کریم رو بیان میکنه. و این یک از ویژگی است که زبانی که قرآن به او نازل شده. چرا قرآن به زبان عربی نازل شده؟ چرا این همه تفاسیر از قرآن وجود داره؟ چون که قرآن برای هر عصر و زمانی هست. یعنی اگر امروز همه دنیا رو تکنولوژی و ربات و فرا بگیره که چیزی که مثلا داره دنیا به طرف اون میره، مثلا شما 50 سال 100 سال بعد تصور بکنید دنیا چگونه خواهد بود. قرآن در آن زمان هم کتاب آسمانی است، الان هم کتاب آسمانی است، کتاب راهنماست، کتاب زندگی است، دستور زندگی است. 100 سال پیش هم بوده، 1000 سال پیش هم بوده، 1400 سال پیش هم بوده. همون بدوی که قرآن برای او نازل شده، برای اونم کتاب راهنما بوده و برای من و تو هم هست. من یک آیه رو خدمت شما عزیزان اینجا، دوستان عزیز این سوره رو برای ما اگر نشون بدن، مثلا الله سبحانه و تعالی سوره غاشیه رو نازل کرد بر کی؟ بر انسان‌های بدوی که در اون زمان نه علم بود، نه تکنولوژی بود، هیچ چیز نبود، اما این قرآن رو برای اونها نازل کرد و برای اونها کتاب معجزه بود و کتاب هدایت بود. مثلا به اونها چی میگه؟ میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ آیا به این شتر نگاه نمی کنن که این شتر چگونه خلق شده است؟ برای اون عرب این یک هشدار بود. بله، میگه والله این شتر حیوان عجیبی است، یک بار آب میخوره، یک ماه دیگه تشنگی رو تحمل میکنه، خار میخوره در بیابان، نیاز به علف سبز و هیچی هم نداره، با خار میخوره، تشنگی رو تحمل میکنه، این همه بار میاد. بله والله این چیز عجیبی است، باید یعنی در مورد شتر باید چیز کنیم. و الی السماء کیف رفعت؟ و این آسمانی که چگونه برای شما برافراشته شده است. و الی الجبال کیف نصبت؟ و این کوه ها که چگونه نصب شده است. و الی الارض کیف سطحت؟ و این زمینی که چگونه انوار شده است. فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. ببینید همین آیات افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت برای اون بدوی، برای اون کسی که قرآن بر اون نازل شده بود در اون زمان، یک معجزه بود، یک هشدار بود، فکر رو به تفکر و تدبر وامی داشت. و الی السماء کیف، این آسمان چگونه برافراشته شده است و این کوه‌ها چگونه نصب شده است و این زمین چگونه انبار شده است. آیا یک ترتیب بلاغی هم در این آیه وجود دارد؟ بله وجود دارد. ترتیب بلاغی در این آیه چی است؟ یک بدوی وقتی که از خانه خودش خارج می شد، اولین چیزی که سوار می شد برای سفر می خواست بره چی بود؟ شتر بود. به خاطر همین گفت افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. این شتری که بالاش سوار شدی فکر نکردی که خداوند چگونه این رو خلق کرده؟ دومین چیزی که بهش نگاه میکرد به خاطری که راه رو پیدا بکنه ستاره ها بود. اون موقع دیگه نواگاسیون و نمیدونم گوگل مپ و این چیزا که نبود. موقع از طریق ستاره ها راه های خودشون رو پیدا میکردن. پس بعد از اینکه شتر سوار میشد اولین چیزی که نگاه میکرد آسمان بود. میگه به این آسمانی که نگاه میکنی، راه رو پیدا میکنی، ببین چطور خداوند اینو برافراشته، چقدر قشنگ درستش کرده. بعد از اون اولین چیزی که در مسیر راه خودش با روبرو میشه چی بود؟
کوههای اطراف جزیره العرب یا اطراف مکه بود. اولین چیزی که با روبرو میشد کوه ها بود. نمیبینین کوه ها رو خداوند چطور مثل میخ اینجا نصب کرده؟ بعد از اینکه از این کوه ها رد میشد، بیابان برهود بود. مثلا ربع الخالی بزرگترین بیابان دنیا هست تقریبا، که سالها در اونجا باران نمیباره. و این بیابان یعنی کم نیست، یعنی هزارها کیلومتر است. بعد از کوه ها اولین چیزی که نظرش رو جلب میکرد این عرض مسطحی بود، زمین مسطحی بود که این بدوی به او قدم میگذاشت به خاطر سفرهای تجارتی که این ور اون ور میرفتن. پس برای اون بدوی در اون زمان این آیه یک معجزه بود. این آیه یک معجزه بود. این ترتیب یک ترتیب بلاغی عجیب براش بود در قرآن کریم. همه چیزو در نظر گرفته بود الله سبحانه و تعالی تا اون بدوی بی سوادی که از علم و تکنولوژی و همه چیز بی خبر بود رو چیکار بکنه؟ بگه که تفکر بکن، تدبر بکن به آیات الله سبحانه و تعالی که تو داری با چشم میبینی. همین آیه در زمان ما آیا یکی از معجزات علمی قرآن هست یا نیست؟ امروز علم ثابت کرده که یکی از ایوانات عجیب و غریبی که نمیدونم 2 معده داره و نمیدونم کوهانی داره که در اونجا اومگا 3 و چربی ها رو ذخیره میکنه و بعد از اون کم کم استفاده میکنه که تشنگی و گرسنگی خودش رو برطرف بکنه. زبانش نمیدونم فلان چیز داره، معدش اینطوری هست و انزیم های فلان در وجودش داره و فلان. یعنی چیزایی رو که در وجود شتر، حالا مثلا در اون زمان کی میفهمید که مثلا کوهان شتر ذخیره ای از اومگا 3 است؟ کسی نمیفهمید. اصلا اومگا 3 رو کسی نمیدونست در اونجا. یک چربی مفیدی که به بدن فایده داره. مثلا در ماهی هست، در کوهان شتر هست. روغن ماهی حاوی اومگا 3 است، کوهان شتر حاوی اومگا 3 است. امروز علم اینو ثابت کرده. و الی السماء کیف رفعت. امروز علم ثابت کرده این آسمان به اندازه بلند است، به اندازه بزرگ است، به اندازه کهکشان ها وجود داره که اصلا قابل تصور نیست. و امروز علم ثابت کرده که این زمین گرد است، اما با وجود این گردیش مسطح است برای ما. از این ور با اون ور زمین میریم، برای ما مسطح است. یعنی اینطوری نیست که به طور مثال این کره زمین باشه، شما وقتی که اینجا هستید، زمین اینجا هستید، اگر زمین اینطوری چرخید شما باید بیفتید. نه، اینطوری نیست. این زمین با این اتمسفرش، با این گازاتی که هست، با این جاذبه‌ای که داره، با همه این سیستمی که درست کرده الله سبحانه و تعالی، با این سیستم حرکت میکنه. به خاطر همین وقتی که میچرخه تو نمیافتی، چون 4 طرف تو آسمان است. اون موقع اینو کسی نمیفهمید. معنی سطحت در اون زمان یعنی همون صافی بیابان بود. اما امروز برای ما در این زمان ثابت شده که زمین با این گردیش که در کهکشان وجود داره، در داخل منظومه شمسی وجود داره، در هر طرفی که ما باشیم ما نمیافتیم، چون هر طرف براش اون آسمان است. پایینم باشه آسمان است، بالا هم باشه آسمان است، شمال، جنوب، شرق، غرب، هر گوشه زمین باشی بالای سرت آسمان است. پس همه این زمین که انه یک جای مسطحی است که ما با آسانی میتوانیم از این ور با اون ور بریم و نیفتیم، در کهکشان ها ناپدید نشویم. و الی الجبال کیف نصبت. امروز علم ثابت کرده که این کوه ها نصب شده. چطور نصب شده؟ این کوه ها از آسمان اومده در کره زمین مثل میخ فرو رفته و بیشترین قسمت کوه در زیر زمین است. در اون زمان که علم جیولوژی نبود که بیان اینو رو کشف بکنن که کوه ها مثلا بیشترین قسمتش در زیر زمین است. مثلا در الله سبحانه و تعالی در مورد کوه در قرآن کریم میگه اوتاد. اوتاد یعنی چی؟ مانند میخ. شما وقتی یک میخ و یک جای میکوبین، بیشترین قسمت میخ کجاست؟ فرو میره. در چوب باشه، در آهن باشه، در سیمان باشه، در خشت باشه، هر جایی که باشه. مقدار کمی از این میخ بیرون میمانه. اصلا بعضی اوقات اصلا میخ هیچ چیزش بیرون نمیگذارن تا آخر میکوبن در چوب، به خاطر در و پنجره ساختن این چیزا. بیشترین قسمت میخ کجاست؟ در داخل چوب یا در داخل فلز یا در داخل خاک و سیمان اینجا فرو رفته. الله سبحانه و تعالی در اینجا وقتی میگه نصبت یعنی نصب شد، یکی از معانی لغویش این است که یک چیزی رو وقتی شما میخواید در یک جای فرو ببرید، نصب بکنید، بیشترین قسمت این میخ کجا میره؟ در چوب یا در امون فلز فرو میره. کوه ها رو الله سبحانه و تعالی به این شکل ساخته و این کوه ها از زمین نیست، از بالا آمده، از فضای خارجی اومده. به خاطر همین خیلی از معادنی که مثلا چند روز پیش اعلان کردن که کوکبی رو کشف کردن که این کوکب کلا از یاقوت ساخته شده.
کوکبی است که کلاً از زمرد ساخته شده. کوکب کامل بزرگتر از زمین میلیون ها مرتبه کلاً از زمرد ساخته شده. در فاصله میلیون ها سال نوری از ما قرار داره. پس این نصب کردن کوه‌ها در زمین در اون زمان برای اون بدوی یعنی یک چیز بسیار عادی بود. یعنی جلوش کوه بود، کسی اومده نصبش کرده. نمیفهمیدن که این کوه‌ها بیشترین جزش در داخل زمین هست. امروز علم اینو کشف کرده. به خاطر همین این آیت در این زمان هم معجزه الهی است، در اون زمان هم معجزه الهی بود. میلیون سال بعد هم این قرآن معجزه الهی است. و اختلاف تفاسیر به معنی این نیست که خدای نکرده این کلام وحی نیست، کلام الله سبحانه و تعالی نیست، بلکه این فهم و برداشت مفسرین در هر زمان و در هر مکان از آیات الهی می باشد. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. تماس شما قطع شد، خواهش میکنم. من در خدمت شما هستم اگر سوال دیگری هم دارید. نه سوالو اگه توضیح دادیم که من برم، چون اینترنتم قطع شد، ببخشید برم گوش کنم صحبت شما رو. زنده باشید. من جواب دادم، هر دو سوال شما رو پاسخ دادم. خدا خیرتون بده. سلامت باشید. زنده باشید. خدا نگهدارت. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی. برای سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز جزاکم الله خیر از برنامه زیبایی. سلامت باشید. الله متعال زنده باشید. سیان سر موضوع مهم شما چیز کردیم، متاسفانه بدبختانه که افغانان دین خود است یک اکثرتشان میفهمند دین حافظه. در طول 20 سال ما سلسله شدیم که تلویزیون درست. هر قدر که بگو و خصوصا همین مولوی متوکل رحمت الله علیه همی که خداوند شهادتش قبول بگرداند سر شد به خدا از بین رفت، ولی این ملت هیچ آقا خود نمیسازن، نه دین روافضه به نام اسلامی. چه اسلام رفت دین روافضه؟ دولت رافضی ایران با اسلام رفتی دار. گفته استاد روز تشریح کرده که مسجد اقصی در کتاباش هست که در آسمان هست، این در زمین است. چطور این مردم ما این آگاهی ندارن؟ چطور نمیفهمن؟ چطور سیاسی هستن این مردم؟ همه چیز این مردم ما سیاسی، متاسفانه تنظیمات سیاسی، طالبات سیاسی، همه سیاسی میرن. عقیدوی بسیار کم است استاد محترم. درست. عقیده مردم ما بیخی به چشم درد میگردن. عقیده بسیار کم از مردم ما. مفهومی روافض دشمن درجه که اسلام به خدا امروز یهود و نصارا نیست که روافض است. روافض امروز یک مسجد در تهران به سنت نیست، باز نیست که مردم بوجه مراسم دینی و نمازه جماع خود به خانواده در پایتخت اسرائیل تقریبا به صدها مسجد است. 6-5 میلیون مسلمان وجه هستند. ما دفاع از اسرائیل نمی، ولی قدر نفع و قدر تبلیغات، قدر پروپاگاندا ها، اینقدر تلویزیون ها، شبکه ها، همهش به نفع روافض است. این چی پلان است استاد محترم؟ این چی دسیسه است؟ من میترسم خدای نخواسته نشود که همین کنترل قبضه جهان اسلام به دست روافض ببرن. همینطور پلان است. و سوریه را از بین، یمن از بین بردن، لبنان از بین بردن، عراق از بین بردن. با واسطه چی بگویم دیگه برادرای بسیار بود خوش باور ما آمدن جهاد شروع کردن، فقط به تسلیم روافض کردندش. 5 کشور پای در پای فقط فلسطین ما نمیدم تسلیم بدن خلاص. درست. همین الان برادر عزیز در تهران 10 معبد یهودی در تهران هست، 10 کلیسا هست، اما یک مسجد فرموده شما برای اهل سنت در اونجا چرا نمیخوان بسازن؟ دقیقاً همین صلاح‌الدین ایوبی رحمت الله علیه چی گفت؟ اولی گفت دشمنی نمیشه نمیره، یا از امروز روافض که نفهم مولای ما که نفهم واقعا قرآن میره تشریح که توضیح این از سگ و خر بدتر گفتی، بدتر هستند. همین مولای ما اکثر یک تعداد برام دعوتگر و از کسایی هستند استاد محترم که دفعتاً امید نامعلوم بدون
هویت ناشناخته شده یک قدم دیگه فقط به نفع دولت رافضی ایران گپ بزنه. یعنی صدیقی نه عیب نام در سر تو صدیقی ولی من میشرمم از رئیسی تعریف میکنی از او تو اول دین تبا کتابای زیاد بخونه، کتابای روافض کلینی و خمینی و مجلسی رو بخونه، آقا خونه بسازه که دین تشیع این تشیع رافضی امروز چه ربطی به اسلام داره؟ جهان اسلام های بنابودی کشان در کتابای خمینی رو بره بخونه و یک ذره آشار شده بیدار شه و افغان عزیز در ایران هستی در افغانستان هستی بیدار شه به لحاظ خدا از این سیاست بازی بگذره. تنظیمان و سیاست بازی کردن افغانستان با گدال بدبختی مواجه کردن. حال شما از این شما بیدار شده از این حالت خودت بکشید دفاع نکنید از این روافض دفاع نکنید از آخوندان نکنید منصف باشید عادل باشید نه اینکه برادر شب روز جانب روافض بالا به خاطر که زبانش فارسی است. عالمی عربا کشور عربای عربستان و سعودی است ولی منافق نیست. یک راه و روشش معلوم است که دوستی و دشمنی با کی است یا امارات است یا مثلا دیگه که قطر است ولی روافض ببینی که هیچ پشت رویش یک معلوم دوست و دشمنش معلوم نیست. این چی رقم دین است؟ چه رقم دین من در آوردی گفتم و استاد خدمتی میگه که دین من در آوردی گفته شما یا استاد عزیز تشریح کرده که یک دین ساختگی است. این برای اسلام است. امروز وقتی که به صحابه دشنام با امات المؤمنین دشنام میگه با خلفای راشدین دشنام قرآن تعریف شده میدانه قرآن در پیش نزد امام زمان در تای چای چمکران است. پس این چی ارتباط به اسلام داره روافض امروز؟ او برادر او خواهرها یک ذره بیدار شد از سیاست بازی برای در فروای قیامت گفته استاد انصاری عزیز که چی جواب میده؟ امهات المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها آنها بیا از گردن ما میگیره میگه شب و روز بالا فحش و ناسزا میگن. ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه شب و روز فحش و ناسزا کتابایشون در مساجدشون تکیه خانه‌هایشون در شرک خانه‌هایشون 500 تکیه خانه متاسفانه بود در شهر کابل بر روافض درست شده ولی یک روز نه دولت امارات نه این دولت اسلامی در افغانستان نه که بگه در تهران چرا یک مسجد به اهل صلات نیست. من هیچ نمیفهم که چرا نمی ملایم و سیاسی کنش تنظیمات سیاسی ملا سیاسی ایران به خدا من در 20 سال دین روافض یا نشناختن و بازم میگه که ولا زنده باد ایران زنده باد. نمیفهم که میترسه او چه شده 300 راکتی که ایران فیل کرد چند نفر از بین رفت اسرائیلی چند نفر یهودی از بین رفت کجا از بین رفت کلی ساختگی بود. اما برنامه شما چقدر جالب بود. همون سر چیزی بود برنامه چی بود ماری صاحب بسیار جالب بود. با خدا استاد این شما خودت هست استاد عزیز جان استاد فاطمی است چند نفر بسیار محدود است برای ایران میمونه دیگه همه سر تنظیمی شدن. اگه برابرش با تنظیم دیگه بزنیم شب فورا دشمنت است خلاص. آره شب روز تنظیم پرستی و اسپرستی از این نمیبره یا به طور حساب مثال جمعیت است یا حزب اسلامی است یا دیگه تنظیم ها است. او اگر حق بگه حقیقت بگه از قرآن و سنت چیزی به مردم عقیده مردم مثل که شما میگه به آقا میسازه استاد عزیز همه تو مردم باید آقا شوند. بله دیروز برادر عزیز تا چند روز پیش همین حزبیا از طالبان دفاع میکردن امارت اسلامی و طالبان دفاع میکردن. وقتی که طالبان دفتر حکمتیار را که جای غصب شده بود از پیشش گرفتن آل همون دعات همون برنامه سازا همونا دوباره شروع کردن بر علیه طالبان سنگر گرفتن چون مسئله دین نیست برشان مسئله حق نیست مسئله رهبر پرستی و تنظیم پرستی است متاسفانه. مثل که اگر ساز از در جرمنی نامش شده در 20 سال ما تقویه کردیم در 20 سال ما سپورتش کردیم ولی باور بالا کنه که یک روز این از احادیث محمد صلی الله علیه و سلم دفاع نکرد ولی هنوز پوشش داد هنوز رفت زوم گرفت هنوز زوم گفت که زوم مبارک استغفر الله انا لله و انا الیه راجعون و زوم کار حکمتیار که اشتراک کرد و رهبرشون همین استاد دعوتگر نمیفهم فلانی زد بالاخره گفت زوم مبارک کسی پرسانش که زوم مبارک به خاطر چی میگه با حکمتیار حفظ الله از برای خدا انا لله و انا الیه راجعون. الله مستعان. ما چی بگیم صفحات توییتر بین واقعا دفاع تا دیروز بدر از طالب آورد همش علیه طالب با کمونیستا با جمهوریتا با ماوستا با پرچمی خلقی یکیشون علیه امارت اسلامی جنگ شروع کردن. واقعا از همینطور
باز هم از زود است که بنالیم است که ناله کنیم است که گله کنیم. استاد عزیز باز هم الله متعال با شما صبر و سلامت و پایداری بده. سلامت باشید. الله متعال شما را دوست دارم. سلامت باشید. وقتا میگن الله متعال اما جنت فردوس بر خود شما و موالدین محترم شما نصیب بده. برای شما هم همچنان. آمین یا رب العالمین. سلام. سلامت باشید برادر عزیز. الله متعال شما را دوست دارم. الله متعال احسان کنه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشید برادر عزیز. بله متاسفانه ما در زمانی هستیم که دین برای مردم مهم نیست. من مطابقت میکردم که یعنی همه 24 ساعت این کسایی که بعضی برنامه سازا بودن و بعضی برنامه بودن 24 ساعت طرفداری از امارت اسلامی و طرفداری از طالبا و کدام وقت اگر نقدی هم میشد بسیار علی استحیا نقد میکردن که خدای نکرده ناراحت نشن. روزی که اولا حکمتیار خداوند وقتی شرماند که با حکومت دستشانده آمریکایی صلح کرد. ما در اون وقتش هم در برنامه زندگی که با اون مناسبت داشتم در این مورد صحبت کردم که اون موقع بعد همینا آمدن که بله اینا دشمنان صلح هستن و دشمنان وحدت هستن. الله سبحانه و تعالی گفته که صلح بکنید و صلح خیر. من همون موقع هم گفتم برادران عزیز، جناب حکمتیار صاحب، غیر حکمتیار صاحب، رهبران ما، بزرگان ما، دین رو چرا وسیله قرار میدید؟ از دین چرا به عنوان ابزار استفاده میکنید؟ دیروز وقتی که تو اعلان جهاد کردی بر علیه حکومت دست نشانده آمریکایی، بر علیه نیروهای ناتو و آمریکا، دلیل چه بود؟ وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه. دلیل چه بود؟ با حکومت می جنگیدی، جهاد می کردی، می کشتی، منفجر می کردی، استشهادی یا به قول خودتان انتحاری یا هر کاری که می کردی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. به به، چه انسانی، چه ولا برایی، چه توحیدی. کیف می کردیم ماشاءالله. همون موقعی که دوستان گفته بود خدا کنه که این، من در یک صحبت ها گفته بودم که ما اون موقع دعا میکردیم خدا حکمتیار شهادت نصیبش بشه، همون موقع که یک آخرش یک گندی میزنن. بعد که از برنامه سازا آمده بودن که بله اینا مثل یهود، مثل کمونیستا آرزوی کشتن و کشته شدن حکمتیار رو میکردن. ما آرزوی کشته شدن حکمتیار رو نمیکردیم. ما آرزو میکردیم که حداقل دمی دورانی که دوران عزت است و شرف است و جهاد است و مقاومت بر علیه کفار است، در این موقع اگر به شهادت میرسید به عنوان یک شهید جهاد، به عنوان یک شهید قهرمان، به عنوان یک شهیدی که در راه اسلام، در راه اعلای کلمت الله در مقابل یهود و نصارا، در مقابل آمریکا و ناتو و حکومت دست نشانده به درجه رفیع شهادت نائل شده افتخار میکردیم. من گاهی اوقات میگم سبحان الله، یعنی این شهادت. من یک موقعی در زندان فکر میکردم جای برای تفکر و تدبر از مدرسه یوسف علیه السلام. و تلك الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدا. یعنی چی؟ و خداوند از بین شما شهیدان را انتخاب میکند، برمیگزیند. این نیست که هر کس آرزوی شهادت کرد به آرزوی شهادت میرسد. شهادت مرتبه است که الله متعال انتخاب میکند. ببینید شیخ احمد یاسین رحمت الله علیه، یک انسانی که فلج بود، دست و پا فلج بود، روی یک صندلی چرخدار چی بود؟ این انسان حرکت میکرد. مؤسس حرکت حماس، مؤسس گردانهای عزالدین قسام، بعد سالها در زندان صهیونیستا، بعد از تبادله‌ای که با بعضی از جاسوسای اسرائیلی که در اردن دستگیر شده بودن آزاد شد و تا آخر حیاتش این آدم اینطور نمیگشت، یک تفنگچه هم به دست خود نمیگرفت. اما الله سبحانه و تعالی خواست که این شخص به مرتبه شهادت برسه. سبحان الله، نماز صبح رو میخوانه در مسجد، در همین غزه بود، در نماز صبح رو میخوانه از مسجد، به همراه شاگردان و دوستانش خارج میشه، هواپیمای اسرائیلی میاد با موشک میزنه، این به درجه شهادت اعلان میشه. الله سبحانه و تعالی شهادتش رو قبول بکنه. ولا نزکی علی الله احد.
آنچه که ما دیدیم شهادت میدیم که بنده نیک الله متعال بود. الله متعال شهادتش رو قبول بکنه. با خودم فکر میکردم چطور شیخ احمد یاسین، این انسان معلول، این انسان فلج یا به قول افغانها شل، به درجه شهادت با این در مقابل اسرائیل، در مقابل صهیونیستان نائل میشه. و رهبران ما الا من رحم ربی، یکیش ببینید به شکل فجیع تیکه پارچش کردن، یکیش ببینید که مثل سگ مردش امروز در ترکیه شاید بمیره اونجا. پاپ سیافوف، حکمتی ها رو ببینید به چه وضع، و یکی دیگرش رو ببینید به چه وضع. یعنی خداوند چرا این ذلت و خواری رو نصیب رهبرای ما کرد؟ چون که اینها صادق نبودن. ملت صادق بود، مجاهدین صادق بودن، شهدای ما صادق بودن، مبارزین ما صادق بودن، رهبران ما صادق نبودن. اگر این انسان همونجا شهادت نصیبش میشد، شما تصور کنید امروز حکمتیار چه مقام بزرگی می داشت در بین مردم افغانستان. اما خدا شرماند، رفت با حکومت، همون حکومتی که در کابل امره انتحاری کرد و پلیس این حکومت رو کشت، ارتش این حکومت رو کشت، رفت با همون حکومت. بعد همونایی که تا دیروز و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، همه ایشان جمع شدن چی گفتن؟ والصلح خیر و اذا جنحوا للسلم فاجنح لها والصلح خیر. خاک بر سرت، خود دیروز هم این صلح میکردی، اول هم این صلح میکردی، چرا این همه جوان مسلمان رو به کشتن دادی؟ چرا؟ چون منافع و چوکی برایشان از همه چیز مهمتر بود. زودتر گفتم برید ما صلح بکنیم که به یک چوکی و یک نان و نوایی برسیم. زمین های دولتی رو حکومت آورد برش داد و ماهانه نمیدونم چند صد هزار برشان پول میداد. پول از کجا می اومد؟ پول یهود و نصارا، پول یهود و نصارا، پول کلیسا برشان میداد. خوش و خوشحال زندگی میکردن. بعد شکم سیر شده بود، جا هم لوکس، آرام، اینترنت مجانی، همه چیزم در خدمتش. شروع کرد چیکار کردن؟ بر علیه صحیح بخاری صحبت کردن که صحیح بخاری این داره، صحیح بخاری این داره، این حدیث اینطوری است، اون حدیث. بعضیا رو خدا میزنه، حکمتی‌ها رو صحیح بخاری زد. الله سبحانه و تعالی میگه که من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. کسی که با یکی از اولیای من در بیفتد، من با او اعلان جنگ میکنم. حکمتیار رو بخاری زد. ولی از اولیای الهی امیر المومنین در حدیث قرنهاست که مسلمان ها به صحیح بخاری و این کتاب به عنوان یک کتاب مقدس نگاه میکنند. کتابی که احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه وسلم با چه طی مراحل سختی توسط این امام بزرگوار رحمت الله علیه جمع‌آوری شده. بعد این با شکم سیر آمده پشت برای بخاری باندی دستیده و دغسیده. کاش که علم داشته باشه، کاش که از حدیث بفهمه، کاش که از علم حدیث بفهمه. یکی رو خدا میزنه، این رو صحیح بخاری زد، ولی از اولیای الهی زد. ثانیاً زمین از حکومت بود، مال ملت بود. دیروز یک حکومت دستشانده غاصب به تو داده بود، امروز یک حکومت دیگه آمد از تو گرفت. بعد طرفدارانش رو ببینید که صبح تا شام در سوشال میدیا و در اینجا همونایی که تا دیروز از طالبا و از امارت اسلامی تعریف و تمجید میکردن، شروع کردن به قول برادر عزیز در کنار منافقین و جمهوریت طلبا و جبهه بغاوت و کمونیست ها و ملحدین شروع کردن که بله طالبا اینطوری هستن. تا دیروز طالبا خوب بودن، حالا طالبا بد شدن. لهجهشان، گفتارشان، اصطلاحاتی که استفاده میکردن، همه چیز تغییر کرد. چرا؟ چون در اینجا مسئله خدا نیست، مسئله پیغمبر نیست، مسئله دین نیست، مسئله وطن نیست، مسئله ایمان نیست، مسئله اسلام نیست، مسئله رهبر است. رهبر پرستی است، خدا پرستی نیست. والعیاذ بالله. و یعنی تعصب، عالمی که تعصب داشت به گمراهی میره، سیاستمداری که تعصب داشت به گمراهی میره، مسلمانی که تعصب داشت به گمراهی میره. رسول الله صلی الله علیه وسلم از هر گونه تعصب ما رو منع کردن. تعصب حزبی، تعصب قومی، تعصب نژادی، تعصب مذهبی.
تنها چیزی که ما باید به او تعصب داشته باشیم کلام الله و کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. تشکر میکنم از همه عزیزانی که تا این لحظه با ما بودن. بیننده نوشتن که یک هفته وقت بخواهید تا به ایران و اسرائیل از گناهان، کفرگویی، نسل‌کشی و اشغالگری بگویید. من متوجه صحبت ایشان نشدم. این تماس رو هم بگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب هستین بخیر استاد محترم؟ سلامت باشید. سلامت باشید. استاد محترم درباره عظیم صدیقی صاحب و روافض صحبت میکنیم. در این برنامه شما، در این چینل شما چندین اساتید است که با روافض دوستی دارن و روافض هم برادرای خود میدانند. از جمله سلام آباد چند وقت پیش با شما در این چینل برنامه داشت، مردم در کفر دعوت میکرد. میبخشید اگر با یادتان باشه قاضیزاده رفیقتان دوستتان است، مردم در بینمازی دعوت میکنه، مردم در موسیقی دعوت میکنه. شما راجع به اونا سخن نمیگین، فقط درباره‌اش حرف میزنین، عکس و لوگوش نشر نمیکنین مثل صدیقی صاحب. چرا؟ برادر عزیز و بزرگوار، یعنی کدام یک از علمایی که با ما بودن، مثلا عابد صاحب، قاضیزاده صاحب یا غیره، گاهی اوقات گفتن که روافض برادران ما هستن؟ اگر گفتن میشه که صدایشان رو پخش بکنید؟ از قاضیزاده رو براتون 10 تا صداش نشر میکنم دیگه. نه ببینید برادر عزیز، ببینید برادر عزیز، ببینید برادر عزیز، ببین یکی از من صحبت کرد برادر عزیز در مورد موسیقی، در مورد برادر عزیز ما رفاقت با هیچ کس نداریم. رفاقت مسئله دین. یک لحظه برادر عزیز، برادر بزرگوار، گوش کنید. شما صحبت کردید، الان حرف ما رو گوش بکنید. اگر کسی از علمای اهل سنت گفته باشه که روافض برادر ما هست، غلط کرده، بد کرده، هر کسی کی است. ببینید ما یکی روافض داریم. یک لحظه بذار صحبت من منعقد شود برادر عزیز. یکی ما روافض داریم، یکی شیعیان داریم. یکی تعداد بزرگی از شیعیان، تعدادی از بزرگ شیعیان رافضی هستن و تعدادی از شیعیان رافضی نیستن، شیعه هستن. به صحابه توهین نمی کنن، به امهات مؤمنین توهین نمی کنن، شرک نمی ورزن. تعداد زیادی از علمای شیعه هستن، مثل آیت الله سید ابوالفضل برقعی، آیت الله شریعت سنگدجی، آیت الله غربی، آیت الله اصفهانی. ما کتابهاشون رو در سایت عقیده ما نشر کردیم. تعداد زیادی از علمای شیعه هستن که میگن ما شیعه هستیم، اما این اعتقادات کفری و لعن و نفرینی که عموم روافض دارن ندارن. ببینید شیعه و رافضی دو اصطلاح جداگانه است. ما باید این را متوجه شویم. هیچ کس از علمای اهل سنت نگفته که رافضی ها برادران ما هستن. اگرم گفته شما کلیپشو برای من بفرستید، من نامرد باشم تو این برنامه رد نکنم، ولو این که از شیخ عبدالسلام عابد باشه یا از قاضیزاده یا هر کسی دیگه. استاد قاضیزاده در مورد نماز صحبت کرده بودن برادر عزیز، در مورد نماز صحبت کرده بودن و این یک برداشت غلطی بود از ایشان که فکر می کرد که کسی که نماز نخواند و روزه بگیرد روزش قبول می شود و نماز نخواندنش هیچ تأثیری بر روزه گرفتن یا نگرفتنش ندارد. این مسئله رو من از نزدیک با ایشان صحبت کردم، قبول کرد این حرف رو. و ثانیاً با وجودی که ایشان این حرف رو قبول کرد، من شخصا باش صحبت کردم. من در برنامه جداگانه مفصل در این مورد در رمضان صحبت کردم، کلیپش هم حتما شما دیدید. در مورد موسیقی حرفی که ایشان زده حرف خودش نیست. تعداد زیادی از علمای منسوب به اهل سنت هم این اعتقاد رو دارن. از علمای سلف مثلا ابن حزم است، از علمای معاصر امثال قرضاوی و غیره است که اعتقاد دارن که موسیقی حرام نیست. ایشان عرف آنها را نقل کرده بود
و کلماتی رو که استفاده کرده بود من شخصا باشون نشستم بهش توضیح دادم که شما بزرگترین اشتباهی در اون صحبت این بود که گفتی که یک هنرمندی ندارن که به اصطلاح امروزی بیاد بخونه. گفتم این کلمه این اشتباه بود و ایشان اقرار کرد که این اشتباه است. حالا یک نفر میاد اقرار میکنه، اگر که آقای صدیقی بیاد بگه که همین حرفایی که من زدم اشتباه است، والله متعال شاهد است، من برای ایشان پیام صوتی فرستادم همین الان اینجا خدمتشون. چون ببینید اسلوب ما، روش ما این است که قبل از اینکه بیایم بر علیه کسی صحبت بکنیم همراه خودش صحبت میکنیم، بهش میگیم برادر بزرگوار این حرفی که شما زدی در اینجا این حرف اشتباه هست و لطفاً توضیح بده. الان من این رو خدمت شما پخش میکنم، گوش کنید. انقلاب ایران و با شخصیت های معروفی که در اونجا بودن و داد بیدادی که داشتن در این مدت و از شما چه پنهان من از جمله کسانی بودم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب حضرت مولانا و شیخنا، حال احوال شما خوب هستید انشاءالله؟ الله سبحانه و تعالی حفظتان بکند، زنده و سلامت باشید. بارک الله فیکم. شیخنا الحبیب، یک کلیپی از شما نشر شده، بعضی از دوستا برای من فرستادن، گفتن نظرتان در مورد صحبت های مولانا چی است؟ گرچه من با شما نزدیک آشنایی ندارم، منتها جناب خواهزاده صاحب دوستا ذکر خیر شما را کردن. این واتساپ ایشان، من براش پیام فرستادم، بهش بیان کردم برادر عزیز من برای یک لحظه برادر عزیز ببینید برادر عزیز ببینید خواندن نماز جنازه ایشان برای این شخصی که نماز جنازه خواندن یک جنایتکار، یک قاتل، یک کمونیست، یک انسان که دستش به خون هزاران افراد بیگناه ملت ما آغوش هست، یک اشتباه است. انسان نباید که به خاطر یک اشتباه یک نفر کسی را تکلیف. برادر عزیز ما در برنامه زنده در ماه رمضان شما خودتان دیدید که ایشان یک موضوعی را مطرح کردن در مورد کسانی که به اصطلاح اسلام برایشان نرسیده باشد از کفار، اونها به جنت میروند. من در برنامه زنده در همون لحظه جواب ایشان را دادم و حتی از ظرف خودشان برگشتن. یعنی برادر عزیز، من همونطوری که برای آقای صدیقی پیام فرستادم، هر کس از دوستان ما، چه من آنها را بشناسم چه نشناسم، اشتباهی رو که در مسائل اعتقادی در مسائل دین انجام بدن، اول خصوصی برایشان بیان میکنم. قبول کردن خوب، قبول نکردن علنا از طریق برنامه، از طریق تلویزیون جواب میدم. این روش فکر کنم یک روش اسلامی است، یک روش انسانی است. اما مثلا طرف بگه که بله من اشتباه کردم، اشتباه خودش هم قبول بکند، من الا بالله بیام در برنامه زنده بگم که بله فلانی این حرف رو زده است، این حرفش غلط است. برادر عزیز، صحبت دیگری هم دارید شما؟ بیننده گرامی، اول امنار نصیحت کنین. امی سلام عابد ماشاءالله چقدر علم داره، مگه از علمش استفاده نمیکنه؟ خودش میفهم میره یک نماز مشرک و کافر میخونه جنازه شه، که خودش معاون وزیر دفاع بود، والی فاریاب بود، اون در وقت دوستم و چقدر جنایتایی که نکرد، به خاطر پیسه بگی کارت نگو، ایمانت نفروش، بگو قاضی زاده رو نصیحت کنین، امی صدیقی رو نصیحت کنین. چند وقت پیش به خاطر حج نرفتن مردم دعوت میکرد، خودتون اونو گوش دارین میشنوین صحبتای از اینا رو از ما بیشتر کل از اینا رو چیز کنین. فقط اونایی که دوستان از اونا رو پنهان میکنین، اونایی که نمیشناسین باز عکسش هم بالا میکنین، خوب میکنین. از اونایی که دوستان است از اونا رو هم بالا کنین، عکسش هم برشان بگوین که این کار اشتباه در کفر رفتیم، تو علنی برشان بگوین که مردم بفهمن که شما از یک طرف طرفداری نمیکنه. برادر سلام سلامت باشید. تشکر شما. ببینید برادران عزیز، ما نباید سعی کنیم که افکار خودمان رو به زور به دیگران بقبولانیم. من اگر به یاد داشته باشید، الله سبحانه و تعالی رحمت بکنه، یکی از همکاران ما
در یکی از برنامه ها در وصال، در برنامه قلب آسیا، از عطا محمد نور تعریف کرده بود. 3 ماه برنامهش تعطیل کردم و در برنامه‌ای که روز جمعه صحبت کرده بودن، شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، در برنامه آن روی سکه آمدم گفتم که این عطا محمد نور یک خائن است، یک غاصب است، یک منافق است، همکار یهود و نصارا است و کسانی که در تلویزیون وصال از ایشان تعریف کردند، از ایشان تمجید کردند، این رأی شخصی خودشان است و رأی شبکه و رأی من به عنوان مدیر شبکه نیست. ما برادر با کسی مجامله نداریم، سر دین با هیچ کس مجامله نداریم، چه حضرت مولانا عبدالسلام عابد باشد، چه برادر بزرگوار قایزاده باشد، چه صدیقی باشد، چه رئیس شورای علما باشد، چه امیرالمومنین باشد، که هر کسی که میخواد باشد، حرف دین بود، حرف توحید بود، خط قرمز ما بود در اسلام. با هیچ کس مجامله نداریم، هر کسی که میخواد باشد. مثل یه نفر او برادر شما هم که در حزب اسلامی بودید، شما هم در مکتب حزب اسلامی درس خواندید. گفتم یعنی چی؟ یعنی اگر ما در مکتب حزب اسلامی درس خواندیم، اگر ما در حزب اسلامی بودیم، باید امروز هر غلطی که امروز حکمتیار کرد باید بگیم که بله سمعا و طاعا لامیر المؤمنین الی جهنم و بئس المصیر. کسی که گمراهی است، کسی که در راه باطل است، هر کسی که میخواد باشد، حکمتیار میخواد باشد، مولانا میخواد باشد، شیخ الاسلام میخواد باشد، گمراهی است. دین ما خط قرمز ماست. هر کسی که میخواد باشد با هم مجامله نداریم. به خاطر که مثلا حالا حکمتیار صاحب ما چیزی نگیم، نه، اشتباه کرد، غلطی کرد، آمدیم در اینجا در برنامه زنده گفتیم که حکمت و تا روز قیامت، تا که زنده هستم میگم. مثل یکی رفته بود مثلا در آلمان در جایی گفته بود که انصاری معذرت خواسته. من با وجود که کلیپ ها رو متوقف کردم، پس دوباره یاده نشر کردم، از کسی معذرت، ما به خاطر دین، به خاطر حق از کسی معذرت نمیخوایم. اگر ما یک کمی انسانیت کردیم، یک کمی اخلاق کردیم، دیگه شما دمتون دراز نکنید بگید که والا فلانی معذرت خواسته. ما به خاطر دین از کسی معذرت نمیخوایم، به خاطر حق از کسی معذرت نمیخوایم، ولو اینکه خونمان ریخته شود، ولو اینکه سرمان به باد برود. در راه دین با هیچ کس مجامله نمی کنیم. هر کسی که میخواد باشد. اشتباه است، غلط است، که گمراهی است، زلالت است. از هر کسی که باشد جوابش رو میدیم. اما برادر عزیز یک کمی دقت بکنید در مسائل کفر و در مسائل این چیزا. یعنی به خاطر نماز جنازه یک ولو کافر رو خواندن که نباید انسان کسی رو تکفیر بکند. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. استاد باشین، من که سوال داشتم. بفرمایید. در تیک تاک هم بعضی از علمای ما باز مسئله بیان میکردن. یک سوال من این بود که تکرار سوره الحمد که ما در نماز میخونیم، بعضی علما میگن که ضرور است که باید مثلا در نماز جماعت از پشت امام تکرار شود. اما مثلا نماز وقتی که رکعت ما فوت شده می باشه، وقتی که رکعت نماز دو ما میگیریم، پس چرا در صورت هم یک رکعت ما حساب میشه؟ مثلا رکوع را میگیریم، هم یک رکعت ما حساب میشه. اگر در صورتی که ضرور بود خواندن حمد از پیش امام ضرور باشه، پس چطور اینجا با ضرور نیست؟ درست باشه، چشم، در این مورد صحبت میکنم. بخیر باشین، تشکر. سلامت. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، البته قضیه قرائت خلف امام یک مسئله اختلافی است بین مذاهب، که آیا ما در نماز جماعت وقتی که امام قرائت می کند سوره فاتحه رو، آیا ما باید قرائت بکنیم یا قرائت نکنیم؟ به نظر من برای جمهور علما این است که وقتی که امام قرائت می کند و این رأی نزدیک است به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که امام قرائت می کند مقتدی نباید قرائت بکند. بعضی را ببینید امام داره قرائت میکنه، اینم داره پشت سرش قرائت میکنه، یا در فواصل بین آیات که امام قرائت میکنه، این غلط است. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که جبرئیل علیه السلام قرآن رو نازل میکنه، در آیه صریح قرآن کریم است که پیامبر سعی میکرد با او قرآن رو بخونه که یعنی فراموش نکنه. الله سبحانه و تعالی من میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که تو یعنی عجله نکن،
ما این قرآن رو برای تو نازل کردیم و ما حفظش میکنیم. در آیه دیگری الله سبحانه و تعالی امر صریح هست که و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، بشنوید با جان و دل گوش بدهید. انصتو در اینجا کلمه یک اصطلاح عربی است که تنها گوش دادن نیست، یعنی با جان و دل گوش دادن، با دقت گوش دادن، توجه کردن. تو چطور میخوایی که انصتو بکنی اما در فکر این هستی که پشت امام من باید اینو قرائت بکنم؟ و بعضی از ائمه هستن چه در بین حنابله مثلا در حرمین شاید دیده باشید، بعد از میگه ولا ضالین آمین که گفت 2 ثانیه بعد شروع میکنه سوره بعدی رو، یعنی تو فرصت پیدا نمیکنی که سوره فاتحه رو بخوانی. پس اصل در قرائت این است که ما در نمازها قرائت امام کافی است برای مقتدی نباید، و این رأی احناف در این مسئله راهی به ثواب نزدیکتر، به حدیث نزدیکتر، به سنت پیامبر نزدیکتر است. مادامی که امام قرائت کرد، قرائت از تو ساقط شد. اما اینکه لا صلات الا بفاتحه الکتاب که به اون استناد میکنن، اون در صورتی است که انسان به تنهایی وقتی که تو نماز میخوانی اگر سوره فاتحه رو نخوانی نمازت نمیشه، چون سوره فاتحه اصل است. اما اینجا امام داره میخوانه و آنچه که امام داره میخوانه از تو ساقط میشه. بعد برای احتیاط من در یک صحبت دیگرم اشاره کرده بودم که در نمازهایی که خفی است انسان باید بخوانه. من خودم میخوانم در نمازهایی که خفی است، صدای امام رو تو نمیشنوی، قرائت امام رو نمیشنوی، در اونجا بخوانی بهتر است که به هر دو قول عمل شده باشه. پس اینکه شما یک رکعتی از شما ساقط میشه، شما به رکوع میرسید، این حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است. کسی که به رکوع رسید این یک رکعت برای او حساب میشود و اون قرائتی که امام کرده و اون اعمالی که امام قبل از رکوع انجام داده برای شما حساب می شود. اینو الله سبحانه و تعالی دینش است، شریعتش است، به این شکل برای شما بیان کرده. این سوال رو بعد از کسانی پرسید که قائل به این هستن که حتی در نماز جماعت اگر انسان سوره فاتحه رو نخوانه نمازش نمیشه. پس در این صورت چی میشه؟ این یک تناقضاتی است برای کسانی که به این مسئله اعتقاد دارن به این شکل. اما در این قضیه قرائت امام برای مقتدی کافی است و نیاز نیست که انسان تکرار بکنه الا در نمازهای خفیه مانند نماز ظهر، نماز عصر یا 2 رکعت نماز عشا. اگر مقتدی بخواند به نظر من بهتر است. الله اعلم. بیننده نوشتن که اگر ایران نمی بود امروز اسرائیل خاورمیانه آسیای مرکزی را اشغال میکرد. برادر عزیز، این توهم شماست. اگر ایران نمی بود امروز اسرائیلی وجود نداشت. اگر ایران نمی بود امروز همه سرزمین های اروپایی به دست مسلمان ها فتح می شد. کمی تاریخ بخوانید. مشکل ما این است که از تاریخ خبر ندارید. بیننده به نام خمینی از اسمش پیداست. این یک شبکه یهودی است. مسلمانان باید از این انصاری بترسن، از او دوری بکنن. بله، نامت پیداست که فکرت چه فکری است. ایران برای اهل پیغمبر خطرناکترین در جهان است. بله، گفته یکی از دوستان ایران غیر از دشمنی، عداوت، جنگ های مذهبی، جنگ های قومی چیز دیگری در جهان صادر نکرده است. بله، به هر صورت دوستان عزیز گرامی به پایان برنامه امشب رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم
با شما عزیزان همراه خواهیم بود. همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني